باعث جمله آفرینیش مایه در چشم خیرت جوهری بینیش مایه این دایره جهان چو انگوشتریست به هیچ شکه نقش نگینش لانی بزرگ بام جهانی پرگوهر بلخ و بخارای شریف اهل سمرقند کهن میشنوی صدای من صدای انبیای من میشنوی صدای من صدای انبیای من قبله ماست این زمین مادری ماست این وطن قبله ماست این زمین مادری ماست این وطن دست به دستی هم بینه راه به سوی حق بگیر خلقی دلیر سرکشن نسلی جوانی میهنن پرچم ننگ میلتم آیت خودشناسی خوام آیت خودشناسی کن آیت خودشناسی کن میشنوی صدای من صدای انبیای من بشنوی صدای من صدای انبیای من قبله ماست این زمین مادری ماست این وطن قبله ماست این زمین مادری ماست این وطن قبله ماست این زمین مادری ماست این وطن نوروزی من آراسته باغ و چمن خوش آمدی نوروزی من ای سبز پاینداز شب نوروز میماند قدم ای دیدم دل باز شب نوروز میماند قدم از پشم داستان ای روزکی جاویدان از نفس پروردگار شب نوروز میماند قدم
نشان داد نوروز بیا که جای تو در دل ماست نوروز بیا که جای تو محفل ماست نوروز بیا که جای تو در خانه چشم با نور روحت روشنی محفل ماست نوروز یک از جشن‌های قدیم‌ترین ملت بابایی باشد که این یکی از جشن‌های قدیم‌ترین ایران امید پیروزکاییه این را ملت تاجیک از هزار ساله‌های پیش جشن می‌گیرند هر روزتان نوروزتان ایرانی ها همش همون داخل میشه ای بهار آرزو و انسان مرحبا ای صفای روزگاری چرخی در دام مرحبا از نزاکت نکهت گل بر مشام کثرتی روز نوروزی به خاک تاجیکستان مرحبا نوروز جهانی میرسد چشمه میخواند سرود زندگی فرصت طبیع روانی میرسد هفت رنگ این فلک در برگی گل در جگال پیروکنانی میرسد بلبل در شاخ گل دارد نوا محفل شیرین بیانی میرسد فصل نوروز جهانی میرسد بر طبیعت نوجوانی میرسد Ayağım onu bir yanlış orkestra kaptanı hakkına girip tuttular. در خواب شیرین بچه من خندده لبخنده او بچهش مروش زبنده هرگاه که نظر کنم بر گوهره او یاری خوش رو
علت میگو بالما علت میگو بچما علت میگو دختری جانو علایو علایو علایه علت میگو بالما علت میگو بچما علت میگو دختری جانو علایو علایو علایه خوبای تفلکی خوشو یکی من محتابی شبای بچه دلجو یکی من صد شبم دو چشم و ابروی سیاش یاری شاید که کلان شود رود سویکی من علت میگو بالما علت میگو بچما علت میگو دختری جانو علایو علایو علایه علت میگو بالما علت میگو بچما علت میگو دختری جانو علایو علایو علایه علایو علایه نوروز رسیده. سلام استادان، خوانندگان، حاضران گرامی، همه شما را به فرارسی عید نوروز عجم، نوروز خجستپی تبریک و مبارکباد گفته به همه شما عمر دراز، تن صحت و در این فصل بهار نازنین تمام خوشی های زندگی را تمنا داریم. و حالا باشد سخن تبریکی را به دیرکتور مؤسسه حمیدوف مرادعلی میدهیم. السلام علیکم همجران محترم، استادان گرامی قدر، خوانندگان مهربان، اجازه فرمایید همه شما را با مناسبت فرا رسیدن نوروز بین المللی از صمیم دل تبریک و تهنیت گفته و شما عمر دراز، رزق فراز و همه خوشی های زندگی را تمنا دارم. بگذار همیشه همه روز ما همین روزواره چند روز نوروز باشد و ما در حلقه یار و دوستان خوش و تباران باشیم، همیشه خرسند باشیم، خاندان ما همیشه پر از ناز و نعمت باشد.